تو این پست میخوام یکی از پرچالش ترین محصولایی که برای عکاسی میارن پیشمون رو با هم دیگه پشت صحنه‌اش ببینیم. اول شروع کردیم تمیزش کردیم، بعد گرفتیم گرد و خاکا بره، چون یکی از اصلای مهم کار ما کیفیت و تمیزی کاره و اول باید خوب محصول تمیز بشه. این لوسترا رو همه رو تمیز کردیم، لامپاشو یکی یکی روش بستیم، خیلی آروم با لطافت باید این کارو میکردیم که لامپا نشکنه، چون ما به کارفرماها قول اینم میدیم که محصول وقتی تحویل میگیرید سالم تحویل بگیرید. علاوه بر ضمانت کیفیتمون، ضمانت سالم بودن محصول هم باید به کارفرماها بدیم. یکی یکی حبابا روی لوستر قرار دادیم توی اون جایی که خودشون تعبیه کرده بودن. حبابا رو باید قشنگ دستمال میکردیم. از اینجا به بعدش دیگه با دستمال گذاشتیم که حتی اثر انگشت اونم نمونه. لوسترا رو آویزون کردیم، این هی تکون میخوره ولی خب با طرفند نگهش داشتیم. عکس روشنش هم گرفتیم و بعد میخوام سورپرایزتون کنم. نمونه کار رو ببین. عکاسی با ضمانت یعنی این، بهترین کیفیت و بهترین قیمت دست ما.